اهلا و مرحبا. انا قلمریزه قیانوری هستم، گزارشگر واحد مرکزی الخبر. اینجا شهر هومس است، شهر گل و بلبل و سنبول. آرامترین نقطه کره زمین. هم که مشاهده می‌کنی بلبل میاد، آب میاد میره، شش آب شور. دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی سعی دارن فضای متفاوتی از این شهر ارائه بدن، اما من امروز اینجا هستم تا پرده ها رو کنار بزنم و واقعیت رو به شما نشون بدم. بله نگاه کنید. کدوم آدم اسبی این پرده رو کنار زد؟ بله من داشتم مخ بینندگان عزیز رو میزدم، بعد تو خنگ پرده رو زدی کنار. بله استکبار جهانی در تلاش است تا با قلب واقعیت ها تصویر واژگونه ای از شهر عاشقان ولایت یعنی هومس ارائه دهد. بله در این ارهاد یا باشم ارهاد یا باشم ارهاد یا باشم ارهاد یا باشم ارهاد باشم. بله چی شد؟ اینا از کجا اومدن؟ تو که گفتی اینجا امنه که خواهی تو سرت بکنه. بله بینندگان عزیز، حامیان پرنشاط بشار اسد و پشتیبانان ولایت رو دیدیم. شما حالا عربی بلد نیستی، من براتون ترجمه میکنم. اینا یک صدا فریاد میزدن الموت یا بشار، یعنی به موت قسم یا بشار. آمریکا تو چه فکریه؟ خمینیه. آخرش هم گفتن ارحل یا بشار، یعنی رحلت امام راحل رو به بشار اسد تسلیت گفتن. الان هم که از من دعوت کردن که من برم باشون گرگم محبا بازی کنم. بچه‌ها شما بازی کنید، من بعدم میام گزارشمو باید الان تهیه بکنم، مشقام می‌نویسم بعدم میام. بله بابا جمع کن بریم یه جای امنی چیزی. اینجا که همش نمیشه، اینجا هم بود تو جا بود تو انتخاب کردی خیلی خوب. بله اینجا بعدم میام بچه‌ها، خداحافظ. بعدم میام. اهلا بکم سید، خسته نباشید. و من آقلام چی داداش؟ انا مثلا چه خبر؟ واقعا چقدر لهجه عربی غلیظی دارن ایشون. شما اهل هومسید یا حلب؟ جامعه بچه دمشق اون پاستور دمشق میشینیم ما. ولی اعتقد یورافقنی الحز با یک شهروند سوری اصیل مواجه شدیم. میشه بپرسم شما چی کار دارید میکنید؟ بالا همونطور که میبینید لوله پولیکاست دیگه. من تو کار لوله کشی ساختمونم، قراره این ساختمونها لوله کشی رو کار بکنیم. مجید بپر اون ماسوره رو برده بیار بندازید سر این لوله بندازید بالا. نه نرحب بکم. کمون تو شویدون، یعنی همونطور که میبینید نه تنها در هومس آشوب و بلوایی نیست، بلکه همه در راستای سر جهاد اقتصادی مشغول لوله کشی و فعالیت‌های عمرانی هستن. آقا غلام بی زحمت یکی بگی چپ، یه خدا بگی چپ، نفتی نشی ها، بیشتر بخاطر اینکه نفتی نشی. آدم بگی لوله ترکید؟ جون نه لوله ترکون. اون ساختمونه رو اونجا اون ته ترکونیمش. بله نگران نباشید، هومس در امن و امانه. این ساختمونا افتادن تو تر که این برادرها خرابشون میکنن که به یه اتوبان مستقیم بکشن از هومس به مرقد امام. بله بله بریم ببینیم این آقای خوشتیپ اینجا چیکار داره میکنه. السلام علیکم یا خوشتیپه، ببخشید یا خوش التیپه الف لام داره. Hey what you gonna do Mr. Ghulam Qianuri? چه جالب، خارجی ها هم منو میشناسن. چه جالب. آقا شما که خارجی هستید اینجا چیکار میکنید؟ Yes I am tourist and see the چشمانداز beautiful of the homes. Very nice, very slow, آرام. Here the best place for tourists. Thank you. ولی نمیدونم شما بینندگان عزیز انگلیسی بلدید یا نه، اما مثل که ایشون گفتن برای زیارت اومدن و اینکه اینجا خیلی هم قشنگ مشنگه خلاصه دیگه. همونجا توریستیش هم مفجر میشه. آقای توریست نترسید، لوله ترکید دارن خونه سازی میکنن اونورتر. بله قاسم جان سر کرد آقا جون، 2 تا کم کن 3 تا بده چپ. Oh yes
شما خارجی هم قاسم سرکرده تونه. چه جاله، ما هم یه قاسم سلیمانی داریم، اونم سرکرده است ولی سرکرده سپاه قدسه. اونم مثل شما توریسته ولی بیشتر تو لبنان و عراق و فلسطین و اونجا میچرخه. خدا چه داستانی شده؟ قاسم آقا خورد به نفس هدف. قبول به بچه ها بگو خسته نباشن، سرشو کج کن، نخل لوبیا رو بریز موقعیت 42. آره 42 فدات شم. آره قربانت تو. سر چی رو کج کن؟ ناصر سر این خیابون نوشته بود چند موقعیت 42. ناکس این به ما گفت توریسته، مثل که تروریست بود. نخل لوبیا تا نریخته سرمون آب گوشتمون نکرده. بودو بریم به خدا. بله در کنار یکی از پرسنل غیور ارتش بشاراسد هستیم و میخوایم تصاویر غیر واقعی که دشمنان نظام از این مردان ولایی ارائه دادن رو کنار بزنیم و با چهره واقعی اینا آشنا بشیم. اهلا و سهلا یا حبیبی. السلام علیکم یا حبی. ان قلوبنا کمثل الگنجیش اننا رؤوف حتی الان آزارنا لم نرسیده الی واحد مورچه ان کلنا من البشار الی الابشار تحت ظلم من طرف الاستکبار الجهانی و الشرق و الغرب و الشعب السوری ولکن نحن ضعیفون لطیفون ظریفون سلیفون تلیفون سیفون. وای که من ببینم واسه شما ارتشیان بشاراسد انتم مظلومون. واقعا قلبی کباب و که و دلم آتیش گرفته و ککوک که واقعا که داداش. نحن لا تقدیم غیر البوس و الماچ موچه و الگل و الحلویات یعنی شیرینیجات به ناس ولکن انا لا اعرف شنو قضیه. هی ارحل بشار الهر بشار قده طویل لكن طفل صغير يتيمون هذا مروه هذا ديمقراطيه هذا حريه لا والله. نعم سیدی آقا تمام فی امان الله. بله مع السلامه داداش، مواظب خودت باش. خیلی قشنگ تو اوه آدم دلش میسوزه به خاطر این ارتشیان بشاراسد. من بپرم پایین. خب بینندگان عزیز، این هم گزارشی بوده از چهره واقعی شهر هومس و بقایای اون. تمام فیلم هایی که شبکه های ضد نظام نشون دادن خالی بندی بود. همونطور که دیدید همش گولو بولبولو چیزا بود. یه نظامی دیگه. سلام علیکم، شما اومدید برای مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، بفرمایید. انا من جيش الحريه. يلا ببخشید چی؟ آقا ببخشید من اومده بودم اینجا زیارت حقیقتش. با ماشین وزارت اطلاعات؟ نه خب من تورایی سوار شده بودم بشه میمانم. اصلا بنده دیگه غلط بکنم که غلامرضا قیانونی باشم. بنده به 7 پشت گور پدر مقام معظم ولایت بخندم که بیام هومس خبر تهیه کنم. ببین به خاطر یه یخچال و 2000 بم چه خودمونو بدبخت کردیم. اصلا گور بابای پدر سگ این یارو زرافی گردن دراز بشاراسد با اون عظمای گردن شکسته‌اش. سیده میشه منو ول کنید من برم دنبال زندگیم یه جوری اگه بشه. آخه مقام عظما اینم شد عمق استراتژیک که تو داری. آخه مرتی که علنگ بعد ثابت بکنم خبرنگار واحد مرکزی خبر غلامرضا قیانونی. تمام.